به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه روانشناسی شروع میکنیم. بخواهید و به شما داده میشود. این جلدی که در اختیار من هستش چاپ ششمه و بسیار زیباست. چگونه خواسته هایتان را متجلی کنید. نویسنده ایستر و جری هیکس. آموزه های آبراهام. ترجمه مینا اعزامی. بیاسای و از آشکار شدن شورانگیز این کتاب سرمست شد. جمله بسیار زیبا از ایستر. بخش 1. مطالبی که می‌دانیم ممکن است فراموش کرده باشید و به خاطر سپردن آنها برایتان حائز اهمیت است. قدرت برخورداری از احساس خوب در لحظه اکنون. فقط حرف‌هایی را می‌شنوید که آماده شنیدن آنها باشید. ما در سطوح مختلف آگاهی با شما سخن می‌گوییم، همه در آن واحد، اما شما فقط چیزهایی را دریافت می‌کنید که آماده دریافتشان هستید. هر کسی حرف یکسانی را از این کتاب برداشته می‌کند، اما هر بار خواندن این کتاب درک بیشتری عایدتان می‌کند. این کتاب را تنها کسانی بارها خواهند خواند که به قدرتش پی ببرند. کتابی است که به موجودات مادی کمک می‌کند ارتباطشان را با خداوند و با آنچه به واقع هستند درک کنند. این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا درک کنید به درستی چه کسی هستید، چه کسی بوده اید، به کجا می روید و همه آنچه برای تحققش تلاش می کنید چیست. این کتاب به شما کمک خواهد کرد تا درک کنید که هیچ وقت همیشه در همین حال نخواهید ماند. به شما کمک خواهد کرد تا رابطه اتان را با پیشینه و آینده اتان درک کنید. اما مهمتر از همه این که این آگاهی را در درونتان بیدار خواهد کرد که اکنون از قدرتی وافر برخوردارید. شما خواهید آموخت که خودتان رقم زننده تجربه اتان هستید و اینکه چرا همه قدرتتان اکنون در شماست. سرانجام این کتاب شما را به درک سامانه هدایتگر احساسیتان و درک نقطه عطف ارتعاشیتان خواهد رساند. و اکنون مجموعه مراحلی را به شما معرفی می‌کنیم که در برقراری رابطه مجدد با بخش غیرمادی وجودتان به شما کمک خواهند کرد. مراحلی که در دستیابی به هر خواسته‌تان به شما یاری خواهند رساند. وقتی این مراحل را طی کنید و وقتی ذهنتان نسبت به قوانین قدرتمند کائنات بیدار شود، شور و شوق طبیعی وافرتان به زندگی باز خواهد گشت. فصل 2. ما با شما عهد می‌بندیم که به یادتان بیاوریم کیستید. آیا می‌دانید چه می‌خواهید؟ آیا می‌دانید رقم زننده تجربه اتان هستید؟ آیا دوست دارید خواسته اتان را تعالی بخشید؟ آیا احساس می‌کنید به تازگی خواسته جدید در درونتان غلیان دارد؟ گفتید من در شادی و سرور زندگی خواهم کرد. ما می‌دانیم شما چه کسی هستید. چیزی وجود ندارد که نتوانید باشید، نتوانید انجام دهید یا نتوانید داشته باشید. می‌خواهیم یاریتان کنیم همه استنباط‌ها و برداشت‌هایی را که در طول گذار مادیتان انتخاب کردید و سرور و قدرتتان را خدشه‌دار می‌کند کنار بگذارید و می‌خواهیم یاریتان کنیم این آگاهی قدرتمندی را که در کنه ذات وجودتان می‌تپد دوباره فعال کنید. فصل 3. شما واقعیت خود را رقم می‌زنید. شما به وجود آورنده واقعیت خود هستید. اساس زندگیتان آزادی مطلق است. در همان هنگام که سعی می‌کنید خود را با تلاش‌های جامعه تطبیق دهید که در صدد متناسب ساختن شماست و در اثنای تلاشتان برای آنکه کمتر به دردسر بیفتید، ندانسته اصلی‌ترین شالوده‌تان را رها می‌کنید. آزادی کامل و مطلق برای رقم زدن.
هیچ کس نمیتواند رویدادهای زندگی شما را رقم بزند، زیرا شما رقم زننده تجربه های خود هستید و هدایت هدفمند زندگیتان با خوشنودی وافر همراه است. شما موجوداتی ابدی در قالبی مادی هستید. بهزیستی مطلق اساس جهان شماست. فصل 4. چگونه میتوانم از این مرتبه به آنجا دست یابم؟ بهزیستی پشت در به انتظار ایستاده است. شما گستره مادی منشأ بهزیستی هستید. شما از مرتبه انرژی غیر مادی هوشیاری لایزال آن را آفریده اید و اکنون در مرتبه مادی نیز به آن ادامه می دهید. همه ما باید از دو عامل توجه و علاقه که به صدا درآورنده ناقوس‌ها هستند برخوردار باشیم تا به کامل بودن آن کسی که در ما جاری و ادامه منشأ حیات است پی ببریم. این علاقه همان چیزی است که ابدیت را جاودانه می کند. ارزش تکاملی اولویت‌های شخصی، علم رقم زدن عامدانه. شما واقعیت خود را رقم میزنید هرچند خودتان به انجام این کار واقف نیستید. به این دلیل اغلب بی اراده رقم میزنید. وقتی آگاهانه از افکارتان باخبر باشید و آگاهانه آنها را بازتابانید، پس آگاهانه رقم زننده واقعیت خود هستید و این همان چیزی است که وقتی تصمیم گرفتید در این جسم ظاهر شوید قصد انجامش را داشتید. خواسته‌ها و باورهایتان چیزی به جز افکارتان نیستند. بخواهید و به شما داده می شود. من این را می خواهم. من این را دوست دارم. من این را ارج می دهم و از این دست این میل و خواسته شروع توجهی کامل است. خواسته ما این است شما کسی باشید که از آنچه هست و از آنچه دارد خرسند و شادمان است. فصل 5. رکن ساده درک کردن موجب هماهنگی همه چیز می شود. روشی منسجم نتایج منسجم آیرتان می کند. زندگیتان در مهار خلاقیت مطلق شماست. شما موجودی ارتعاشی در محیطی ارتعاشی هستید. هرچه احساس بهتری داشته باشید امکان برقراری ارتباط را بیشتر مهیا می کنید. احساسات شما مفسران ارتعاشی هستند. اگر به نشانه احساساتتان توجه کنید می توانید هر چیزی را که اکنون رقم می زنید یا تاکنون رقم زده اید با دقتی کامل درک کنید. فصل 6. قانون جاذبه، قدرتمندترین قانون عالم هستی. هر فکری ارتعاش می‌یابد، هر فکری نشانه‌ای می‌تاباند و هر فکری نشانه‌ای همانند جذب می‌کند. این فرایند را قانون جذب می‌نامیم. قانون جاذبه می‌گوید هر دو چیزی که شبیه به هم باشند به سوی هم کشیده می‌شوند. بنابراین می‌توانید قانون قدرتمند جاذبه را نوعی مدیر جهانی بدانید که بی تردید افکاری را می آراید که مشابه یکدیگرند. به چه توجه می کنید؟ اگر چیزی هست که خواهان آن هستید و از داشتن آن محرومید، لازم است توجهتان را بر آن معطوف دارید. آنگاه از طریق قانون جاذبه به سوی شما خواهد آمد. وقتی درباره آن رخداد مورد نظرتان می اندیشید ارتعاشی ساطع می کنید. پس بنا به این قانون آن چیز یا آن رخداد باید به سوی شما بیاید. چگونه بدانم چه چیزی را جذب می کنم؟ رمز تحقق خواسته‌تان این است که با آنچه خواهانش هستید هماهنگی ارتعاشی بیابید. هماهنگی ارتعاشی این است که تصور کنید آن را در اختیار دارید، وانمود کنید پیشاپیش چنین رخ داده است. وقتی برد احساسیتان از خوشنودی به انتظار، به اشتیاق و به سرور کشیده می شود. هر چرا که درباره‌اش فکر کنید، چه آن را بخواهید و چه نخواهید به دست می آورید. نگرانی یعنی به کارگیری تصوراتتان
برای ایجاد آنچه خواهانش نیستید. وقتی ارتعاشی متفاوت ساطع می شود، چیزهایی که هماهنگ با آن ارتعاش هستند به دست خود شما به سوی شما کشیده می شوند. بدون دعوت شما از طریق افکارتان هیچ رویدادی رخ نمی دهد. آنچه را درباره اش می اندیشید به دست می آورید. تفاوت‌های ارتعاشیتان تا چه اندازه اهمیت دارند؟ شما فراخواننده انرژی ارتعاشی هستید. شما هوشیاری هستید، شما انرژی هستید، شما ارتعاش هستید، شما الکتریسیته هستید، شما منشأ بهزیستی هستید، شما رقم زننده هستید، شما راهبر افکار هستید. وقتی خواسته ها و باورهایتان دارای همانندی ارتعاشی باشند، باید همانندی ارتعاشی داشته باشند تا شما بتوانید به آن خواستهتان برسید. از منظر ویژه الهیتان هوشیارانه یا ناهوشیارانه اولویت فردیتان را شناسایی کنید. منشأ حیات از وجود شما بهره‌مند می شود. هنر گشودن در به روی بهزیستی طبیعیتان را بازیابید. بهزیستی امری طبیعی است. بهزیستی میراث شما، منشأ شما و فطرتتان است. فصل 7. شما در سرمنزل راهبری افکار ایستاده اید. اگر بتوانید چیزی را بخواهید، کائنات میتواند آن را تحقق بخشد. جریان بهزیستی عمل میکند چه آن را درک کنید چه نکنید. بدون درخواست کردن پاسخی دریافت نخواهید کرد. آببندها را بگشایید و بگذارید بهزیستیتان جاری شود. برای رسیدن به اینجا در موقعیت درست قرار دارید. فصل 8. شما فرستنده و گیرنده ارتعاش هستید. شما شخصیتی ابدی هستید که در اکنون متمرکزید. آنچه اکنون درباره اش میاندیشید انرژی متمرکزی را موجب می شود که بسیار قدرتمند است. احساسات شما نمایندگان سامانه هدایتگرتان هستند. به عبارت دیگر، نوع احساستان نشانه درستی است از همسازیتان با منشأ و همینطور با نیتتان پیش از تولد و اکنون. باورهای قدرتمندتان زمانی افکاری خوشایند بودند. وقتی به هر فکری توجه بیشتر و بیشتر نشان دهید و وقتی بر آن تمرکز کنید و در نتیجه ارتعاش آن را به کار اندازید، یعنی فکر حتی بخش عمده‌تر ارتعاشتان شود، می توانید این فکر ورزیده را عقیده بنامید. هرچه بیشتر فکری را بپرورانید، آن فکر قدرتمندتر می شود. وقتی به موضوعی توجه نشان می دهید، آن را به داخل شدن دعوت می کنید. توجه نشان دادن به آن یعنی دعوتنامه فرستادن و باورهای قدرتمندتان همیشه در تعیین چگونگی زندگیتان نقش ایفا خواهند کرد. فصل 9. ارزش ناپیدای نهان واکنش‌های احساسی. احساسات نشانه‌های میزان جذبتان هستند. احساسات نشانه‌های پیوندتان با منشأ بهزیستی هستند. با استفاده از احساستان مسیر بازگشتتان به بهزیستی را احساس کنید. با تمرکز فکرتان جهانتان را بیافرینید. فصل 10. 3 مرحله به سوی هر چه که می‌خواهید باشید، انجام دهید یا داشته باشید. فرایند رقم زدن بنا به مفهوم ساده است. تنها از 3 مرحله تشکیل می شود. مرحله 1 کار شماست. درخواست می کنید. مرحله 2 کار شما نیست. پاسخ داده می شود. و مرحله 3 کار شماست. پاسخی را که داده شده است دریافت می کنید یا در را به رویش می گشایید. باید به آن اجازه ورود بدهید. مرحله 1 درخواست می کنید. زیرا این نحوه زایش اولویت‌هایتان است. مرحله 2 جهان پاسخ می دهد و مرحله 3 به آن اجازه ورود می دهید. بسامد ارتعاش وجودتان نیز باید با بسامد خواسته‌تان توافق داشته باشد، یعنی اجازه ورود دادن به آنچه درخواست کرده اید. هر موردی 2 بعد دارد، خواستن و نخواستن.
حتی وقتی تصور می‌کنید درباره چیزی که می‌خواهید فکر می‌کنید، در واقع درباره متضاد خواسته‌تان فکر می‌کنید. برای آنکه درک کنید هدیه ارتعاشی‌تان چه بوده است، شما می‌توانید بسته به نوع احساستان بگویید که دقیقاً عازم کجا هستید. توجهتان باید به بودن آن معطوف باشد، نه به نبود آن. با توجه به این وضعیت، تا وقتی از آنچه نمی‌خواهید آگاهی بیشتری نداشته باشید، آنچه خواهانش هستید نمی‌تواند به نزدتان بیاید. اما وقتی از سامانه هدایتگر احساسیتان آگاه باشید، به آسانی می‌توانید این تمایز را ایجاد کنید. اکنون رمز ایجاد هر خواسته‌تان را حفظ کنید. زمانی که درک کنید افکارتان برابر است با میزان جذبتان و نوع احساستان نشانه سطح اجازه ورود یا مقاومت به خرج دادنتان است، پس رمز ایجاد هر چیزی را در اختیار دارید. فصل 11. با تمرین کردن به رقم زننده مسرور و آگاه تبدیل خواهید شد. عامل نخست شدت و سرعت انرژی و عامل دوم سطحتان برای دادن اجازه ورود یا مقاومت به خرج دادن در برابر آن است. پس احساساتتان با چشم انتظار بودن خواهد بود یا اشتیاق. هدف نه مهار کردن افکار است که هدایت افکار است. زمامدار افکارتان باشید. به این افکار ملحق شوید و آنها را قطعی‌تر، قدرتمندتر و جذب کننده تر کنید. وقتی افکار تمرینیتان به افکار غالب تبدیل می شوند، وقتی کانون توجه شما ارتعاشی غالب را به اندازه کافی در درونتان به فعالیت درآورده باشد، همه چیز، خواسته ها یا ناخواسته هایتان، راهشان را به زندگی شخصی شما می گشاید. این قانون است. چگونه به شکلی مؤثر و سودمند رقم زننده آگاه و عامد شوید. عقیده چیزی نیست مگر ارتعاشی تمرین شده. به بیان دیگر، هرگاه فکری را مدت‌های مدید در سر بپرورانید، وقتی به عنوان آن فکر نزدیک می‌شوید، قانون جاذبه به آسانی شما را به وادی ارتعاش کامل عقیده‌تان می‌برد. بنابراین قانون جاذبه آن عقیده را به عنوان میزان جذبتان می‌پذیرد و چیزهایی را که با آن ارتعاش همساز هستند به سوی شما می‌آورد. به همین ترتیب وقتی تجربه‌ای دارید که عمیق‌ترین افکارتان با آن هماهنگ است، می‌گویید بله، این حقیقت دارد، در حالی که شاید درست‌تر باشد آن را حقیقت بنامیم. ترجیح می‌دهیم آن را جذب شده یا رقم خورده بنامیم. هر چیزی که توجهتان را با آن معطوف کنید، حقیقت شما می‌شود. قانون جاذبه می‌گوید باید چنین باشد. زندگی شما و زندگی هر کس دیگر نیز با آستاب افکار شایع است. هیچ استثنایی وجود ندارد. آیا برای هدایت افکارتان تصمیم گرفته اید؟ آیا می توانید خود را در جایگاه موجودی ارتعاشی بپذیرید؟ فصل 12. نقاط عطف احساسیتان در درون شماست. ممکن نیست بتوانید شرایطی را که دیگران ایجاد کردند در مهار بگیرید. هرچه از باورهایتان بیشتر دفاع کنید، قانون جاذبه بیشتر به شما کمک می‌کند که آنها را به بیرون بازتابانید. اما حقیقت راستین، حقیقت چه کسی است؟ میزان جذب یعنی تحت تأثیر واقع شدن. حالات روحی شاخصهای نقاط عطف احساسیتان هستند. نقاط عطف احساسیتان می توانند تغییر کنند. به همین گونه که نقاط عطف احساسیتان می توانند از صرف خوب یا ایمن بودن به احساسی بد یا ناامن بودن تغییر کنند، می توانند از احساس خوب نداشتن به برخورداری از احساس خوب تغییر وضعیت دهند. زیرا رویدادهای مهم زندگی شما فقط با توجه نشان دادن به موضوعی و از طریق افکار تمرین شده و پردازش شده تان متجلی می شوند. فصل 13.
بگذارید احساساتتان راهنمای شما باشند. یاد بگیرید به احساساتتان توجه نشان دهید. احساساتتان نشانه‌های مطلق خوشنودی ارتعاشیتان هستند. احساس خلا حاوی پیامی است. پیام نیکوییتان را دنبال کنید. فکری مثبت است؟ نیست؟ شما از این قابلیت برخوردارید که به افکارتان جهت دهید. اگر ما جای شما بودیم، شما نمی توانید خواسته های طبیعیتان را کنار بگذارید. اساس این عالم پیوسته گسترده چنین است. تنوع موجب تعمق می شود. تعمق اولویت ها را ایجاد می کند. اولویت درخواست می شود. درخواست همیشه پاسخ داده می شود. به نحوه احساستان توجه کنید و از سر اختیار در مورد هر چیزی افکاری را انتخاب کنید که با در سر پروراندن آنها احساسی خوب می‌یابید. فصل 14. پیش از آن که بیابید چیزهایی می‌دانستید. اگر تا به این اندازه آگاهی دارم، پس چرا موفق نمی‌شوم؟ آیا به واقع می‌توانم قانون جاذبه را معتبر بشمارم؟ قانون جاذبه همیشه جوهر توازن افکارتان را نشان می‌دهد. هیچ استثنایی وجود ندارد. شما به آنچه درباره‌اش می‌اندیشید، چه بخواهید چه نخواهید، دست می‌یابید. قانون جاذبه می‌گوید هر چیزی مشابه خود را جذب می‌کند. بنابراین نهاد و جوهر هر چه به آن توجه کنید در زندگیتان آشکار می‌شود. بنابراین چیزی نیست که نتوانید باشید، نتوانید انجام دهید یا در اختیار داشته باشید. این قانون چنین است. اما من نمیتوانم از سندیگو به فونیکس برسم. اگه همه این حرفا درست باشد و وعده بی قید و شرط ما به شما این است که حقیقت دارد، پس چرا بسیاری افراد بارها و بارها با ناخواسته ها روبرو می شوند؟ فصل 15. شما موجودی کامل اما رو به پیشرفت، در دنیای کامل اما رو به پیشرفت، در عالمی کامل اما رو به پیشرفت هستید. دانستن این مطالب حائز اهمیت است. شما گستره مادی منشأ بهزیستی هستید. این دنیای مادی که در آن زندگی می کنید محیطی کامل برای ایجاد کردن و رقم زدن فراهم می کند. گوناگونی هایی که وجود دارند به شما کمک می کنند بر خواسته ها یا اولویت هایتان تمرکز کنید. وقتی خواسته در درونتان شکل می گیرد، فراخوان جریان لایتناهی زندگی بیدرنگ به سوی خواسته تان جاری می شود و عالم هستی گسترش می یابد و این نیکوست. درک هوشیارانه تان از فرایند رقم زدن برای تداوم آن ضروری نیست. آنچه از جنبه مادی بر آن تمرکز کرده اید، در کسانی که برای تحقق آن مشارکت می کنند خواسته تازه برمی‌انگیزد. هر خواسته یا اولویتی صرف نظر از بزرگی یا کوچکیش برای شما به وسیله منشأ حیات درک و اجابت می شود. از آنجا که هر میل و خواسته هر درک کننده اجابت می شود، عالم هستی گسترش می یابد. وقتی عالم هستی گسترش یابد، گوناگونی گسترش می یابد. وقتی گوناگونی گسترش یابد، تجربه تان گسترش می یابد. وقتی تجربه تان گسترش یابد، میل و خواسته تان گسترش می یابد. وقتی میل و خواسته تان گسترش یابد، اجابت خواسته هایتان افزایش می یابد و عالم هستی گسترش می یابد که بسی نیکوست، در حقیقت بی‌نقص است. شما در محیطی زندگی می کنید که پیوسته گسترش می یابد، که موجب می شود پیوسته خواسته های مورد توجه تازه‌ای در درونتان سر برآورند که منشأ بیدرنگ و همواره آنها را اجابت می کند. با اجابت هر خواسته تان دیدگاهی تازه به دست می آورید و خود به خود دوباره درخواست می کنید. بنابراین گسترش عالم هستی و پیشرفت شما همیشه اینگونه خواهد بود. شما در عالمی دارای گسترش فزاینده زندگی می کنید. شما در دنیای مادی و رو به پیشرفت زندگی می کنید. شما موجودی رو به پیشرفت هستید. همه چنین حقایقی وجود دارند.
چه آنها را هوشیارانه درک کنید چه نکنید. این عالم همواره در مسیر گسترندگی واقع است. شما هم همینطور و این رویدادی نیکوست. هوشیارانه در گسترش لذت آفرین خود مشارکت کنید. فصل 16. شما در عالمی متنوع و با شکوه در کار رقم زدن همکاری می کنید. تمرکز کردن نیز قانون جاذبه را فعال می کند. باید به ناخواسته ها اجازه ورود بدهید تا خواسته ها را دریافت کنید. شما برای درست کردن دنیایی فرو ریخته نیامده اید. در تناقض ارزش و در گوناگونی توازن را درک کنید. عناصر ناخواسته را در خمیر شیرینیتان مخلوط نکنید. برای همه افکار و رویدادهای گوناگون جای کافی وجود دارد. فرایند گسترش عالم هستی در آن لحظه که اولویتی برای شما شکل می‌گیرد از طریق قانون جاذبه چیزهایی را که با آن همخوانی دارد به سوی خود جذب می‌کنید و آنگاه گسترش بی‌وقفه آغاز می‌شود. هرگز به مقصد نخواهید رسید، پس از سفر لذت ببرید. توازن و تکامل محیطتان را احساس کنید. چون همه خواسته ها اجابت می‌شوند، پس رقابت مطرح نیست. فصل 17. کجا هستید و می‌خواهید کجا باشید؟ بزرگترین ارمغان شادمانی است. شادمانیتان به آنچه دیگران انجام می‌دهند بستگی ندارد. شادمانیتان نه به کارهایی که دیگران انجام می‌دهند که به توازن ارتعاشیتان بستگی دارد. هر فکری شما را یا به مقصد نزدیک می‌کند یا از آن دور. چرا جواب منفی دادن به آن به معنای فراخواندن است؟ رکن اصلی عالم ارتعاشی قانون جاذبه است. معنای آن این است که در عالم هستی شامل بودن مطرح است. وقتی توجهتان را به چیزی دلخواه مبذول دارید و به آن پاسخ مثبت دهید، آن را در ارتعاشتان شامل می‌کنید. فصل 18. شما می توانید به تدریج بسامد ارتعاشیتان را تغییر دهید. به دنبال افکاری باشید که بهترین احساس را در شما ایجاد کند. همیشه انتخاب فکری متفاوت واکنش احساسی متفاوتی را ایجاد می کند. فصل 19. وقتی شما می توانید بدانید که چه احساسی نسبت به خود دارید، زندگی همیشه در جریان است. بنابراین شما نمی توانید به یک نقطه بچسبید. دیگران نمی توانند خواسته ها یا احساساتتان را درک کنند. هیچ کس نمی داند چه چیزی برای شما مناسب است. فصل 20. اگر سعی کنید مانع آزادی دیگری شوید، آزادی خود را قربانی می کنید. هنر واقعیتی با تمرکز فردی موجودیت یافته است. ناخواسته ها نمی توانند ناخوانده به زندگیتان داخل شوند. آیا به سرعت شما مربوط می شود یا به درخت؟ در پس هر خواسته رسیدن به احساس خوب وجود دارد. در هنگام قدردانی دست از مقاومت می کشید. برای همتراز بودن با بهزیستیتان باید خودخواه باشید. از آن بهره مند نمی شوید چون به آن اجازه ورود نمی دهید. احساس خواسته ناب برایتان خوشایند است. چرا می خواهید فراتر از اینجا باشید؟ فصل 21. از 68 ثانیه تا شکوفایی شما در ثانیه 17 قرار دارید. ظرف 17 ثانیه تمرکز بر چیزی ارتعاشی مشابه فعال می شود. وقتی آن تمرکز طولانی تر و ارتعاشات آشکارتر شوند، قانون جاذبه فکرهای همخوان بیشتری در شما ایجاد می کند. در این هنگام ارتعاش قدرت جذب زیادی ندارد، اما وقتی این تمرکز را طولانی تر کنید، قدرت جاذبه قابل دسترسی می شود و اگر ترتیبی دهید که به مدت 68 ثانیه کاملا بر فکری متمرکز شوید، ارتعاش ناشی از آن به اندازه قدرت می یابد که تجلی آن آغاز می شود. خب این کتاب خیلی طولانیه. امیدوارم که از همین 21 فصلی که به صورت خلاصه براتون خوندم لذت ببرید. تا وایس بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.